خب اونجا خیلی مردم کم حرفن، هوا گرمه، کسی حال نداره. این بغل دستی برایش اینجوری من نمیستم چی کار کنم. تو هم اینجوری کردی؟ من هم اینجوری کردم. نگو سرخی دارم. من اصلا حرف میزدم با این. بذار بگم اصلا ببین شما باورتون نمیشه که هر صدایی از این دستشون خارج میشد یه معنایی داشت. به من اینجوری که منم نمی‌دونم خب یعنی چی، منظورش این بود که قبول باشه. بعد دو سه تا نه گوش کن. بعد من اولش که بشکن صوتون مسلط بشین، منم واقعا نمی‌دونم بشکن زدم موقع یعنی چی دستش رو دفعه یعنی منظورش قبول باشه. فهمیدین مثلا این صدای تق یعنی کل حرکت رو یه بار بیا بدون صحبت اینجوری کرد. منم بودم فهمیدم این قبول باشه. بعد نمیدونم چی شد تشنم بود می‌خواستم بخونم دیدم اینجوری کرد. دیدین معنی که این یعنی که یه خورده آب برای قالی درست می‌فهمی.